سلام و درود مجدد. خوبید؟ سلامتید؟ آقای ایکسم که دوباره یوتیوب حالا 1000 تا 2000 تای بازدید داده بهم، ولی خب میگم داستان پشت پرده یوتیوب نمیدونیم چیه که اینقدر ما یوتیوبرهای ایرانی حالا کشورهای فارسی زبان زیاد داریم، ولی به شرکت ها گفته به بازدیدهایی که از چیزای ایران میشه، بازدید ایرانی میخوره، پول بهش نمیدیم، صفره. بعد نمیدونم اینو ترامپ بهشون گفته. ترامپ که میگه یوتیوب این کارو نکن، با ایران ما تحریم فلانی مینیم، یوتیوب هم برمیداره همچین کاری میکنه. به نظر من میگن تو اروپا نجات پرستی و نمیدونم به سگ بها میدن، به زن بها میدن، به بچه بها میدن، نجات پرستی نیست، نمیدونم چی نیست، ولی خب این دقیقا نجات پرستیه. چرا به یه کشوری که مثلا مثل ایران داره یوتیوب اذیت میکنه، گیر میده، نمیدونم بازدید نمیده، این مشکلات رو برای ایرانیا درست کرده؟ خیلی نامرده، خیلی نامرده واقعا. ایف که زبان ما رو نمیفهمه. ایف ایف ایف